به گورستان گذر کردی دعا کن، دعا کردی به خاطر یاد ما کن. تو همروز به گوری تنگ و تاریک، دعا خواهنده ای از ترک و تاجیک. هر باری که نظر به گورستان میکنم دلم از همه چیز خنک می شود، چون که عاقبت ما و شما هم همین جا هست. از خاک هستیم، باز به خاک بر می گردیم. نمیدانم چرا اینقدر بخیلی است، دشمنی است، بدبینی است. چرا یاد مرگ نمی کنیم؟ روزی نیست که نفهمیم که شخص از این جهان چشم پوشید. هر روز صدها هزارها انسانها چشم پوشیده ایستاده است. این به ما و شما عبرت است. برای ما و شما دامولای امر معروف کننده لازم نیست. انسانی که همین تابوت یا اینکه قبر را بیند باید که عبرت گیرد. این برادر کی باشد؟ اینقدر گریه کرده ایستاده است. که با نزدش برویم. چی شد است برادر جان؟ چرا اینقدر گریه میکنی؟ چقدر گریه نکنم؟ عاقبت همه ما و شما اینجاست. وقتی که از اینجا گذر میکردم مرگ به یادم آمد و خواستم که در آمده یک درد دلم را خالی کنم. بله برادر جان، بله. عاقبت همه ما و شما اینجاست. میبینیم، با چشم دیده ایستاده ایم. هر روز میبینیم که اینقدر برادران ما و شما از بر ما رفته ایستادند و اینجا خواب هستند. اما باز چی کار میکنیم؟ باز گناه میکنیم، باز عیب میجوییم. باز یک برادری خودمان را چی کار میکنیم؟ عیبی او را میجوییم و او را شرمنده میسازیم. نمیدانیم که آن برادر ما یا روزی از روزها از این دنیا میرود که جا میبیاد اینجا. گریه نکن برادر جان، همه این گذران است. انشاءالله که الله داریم. همیشه دستی بار دعا برای همدیگر باشیم. دیروز در یک جا بودم، یک جوان وفات کرد. راستی بسیار گریه کردم. چرا؟ چون که وی نماز نمیخواند. ببینید که یک نماز را قضا کنیم در آتش دوزخ چقدر میسوزیم. برای همین بسیاری ها میگویند که ما جوانیم حالا نمیمیریم. چخیل نمیمیریم. مرگ هر لحظه ما را غافلگیر میکنه دوستان. بله دوستان، مرگ یاشی و پیری نمیگد که تو کی هستی، تو پسری کی هستی، تو منصب داری، تو سم داری، تو آبرو داری، تو کی هستی کی نیستی. برای مرگ فرقیتی نیست. هر لحظه خواهد آمد. خیلی برادر جان گریه نکن. الله داریم، انشاءالله توبه کنیم، نمازهایمان را گذاریم. الله مهربان است، ما و شما را خواهد بخشید. خیلی برادر جان از جای می رویم.